من فکر میکنم موضوعش موضوع غریبه‌ای برای مردم نیست. یعنی خیلی از مردم در مورد سرگذشت ندیمی من میدونم که فیلمش خیلی برد داشته، خیلی دیدن و وقتی یه پرفورمنس های خارج از کشور انجام میدادن و نشون داده میشد همه ایرانی‌ها میدونستن ماجرا چیه. من فکر میکنم که خیلی هم میدونن. سلام آزادی، زن زندگی آزادی، آزادی حق ماست، آزادی حق ماست، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، شیان آزادی، شیان آزادی، woman life freedom، woman life freedom، شیان آزادی، شیان آزادی، woman life freedom. When I was in Karchak prison, I could read it, but I couldn't finish it because I had to left Karchak prison. We came back to Evin prison, and in Evin prison we didn't have this book, and I couldn't finish it. Shall I give away the ending? Unfortunately. Yes, at the ending of The Handmaid's Tale, she seems to be either being arrested or escaping, and we don't know which. But then there's a historical note at the end, and it's 250 years later, and there is no more Gilead regime. فکر میکنم که وقتی خانم مارگارت آتوود در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی در ایران شنید، شاید اون آینده ای رو که دوست داشت تصور کنه از تغییر و تحولی که در کشور ایران اتفاق افتاد و رژیم جمهوری اسلامی تثبیت شد، شاید زن زندگی آزادی اون آینده رو الان میتونه براشون ترسیم کنه. من یه چنین چشم‌اندازی دارم. I was looking at the Woman Life Freedom when it was at its height. It was remarkable. And I was amazed that they were getting away with it without total repression. And everyone, and I think it's because there were so many people involved, like huge numbers. And I'm wondering what is happening now with that movement. من فکر میکنم در رابطه با مشخصا حجاب اجباری، تغییر و تحولی که جنبش زن زندگی آزادی تونست توی جامعه ما به وجود بیاره، شاید اگر ما میخواستیم که به لحاظ گفتگویی، به لحاظ گفتمانی، به لحاظ اقامه کردن دلایل دینی، سیاسی، اجتماعی و حقوق زنان پیش ببریم، شاید سالهای طولانی طول میکشید. اما جنبش زن زندگی آزادی تونست مسئله حجاب اجباری رو به طور وسیع و گسترده‌ای در جامعه ایران مشکلش رو حل بکنه. این گام بزرگی بود. That is quite remarkable. If we put ideology to the side and look just at power, the regime felt its power was threatened, and therefore it would be wise of them to make some concessions, regardless of what they thought, because I believe that theocratic regimes like this, that half of them actually don't even believe what they say they believe. That it's a matter of convenience for them and a way of keeping power. من میخوام چیزی رو بگم که الان شاهدش هستم توی زندان اوین و اون اینه که همونطور که توی کتاب هم هست، یکی از راه‌های برخورد با این زنان اینه که تیمارستان امین‌آباد منتقل میکنن و در تیمارستان امین‌آباد به اینها داروهای اعصاب و روان قوی میدن، آمپول‌های قوی اعصاب و روان میزنن و شوک الکتریکی میدن. من شاهد یکی از اینها هستم که اگر بخواید توضیح میدم. This is very Soviet Union.
these hospitalization and medication. They used to do that. Who knows? They probably still are. And this kind of treatment was not confined to Iran. بسیاری از زنان زندانی در سلول‌های انفرادی متاسفانه توسط بازجوها به اینجا کشونده میشن. یعنی من بارها شاهد بودم زنانی که میگفتن ما وقتی بیرون از زندان بودیم حتی یک قرص هم استفاده نمی کردیم. به مرور زمان بعد از 2 ماه، بعد از 3 ماه توی سالیداری کانفاینمنت مجبورشون میکردن که اینها قرص بخورن و بعد از مدتی اونها معتاد به قرص‌های اعصاب و روان میشدن. بدون اونها نمیتونستن بخوابن و بدون اونها اضطراب میگرفتن. اثر جاودانه‌ای میتونه باشه برای اینکه اگر ما بپذیریم که چنانچه زنان اختیار هر امری مثل پوشش، مثل اختیار بدن خودشون و قوانین ضد زن، منظورم ایناست، اختیار بدن خودشون و اختیار امور خودشون رو نداشته باشن، این خود به خود به سمتی میره که نظام سلطه رو میتونه پایدار بکنه. برای اینکه اگر نیمی از جمعیت هر جامعه‌ای زیر نظام سلطه قرار بگیرن، حالا تحت عنوان حجاب اجباری، پوشش اجباری یا نحوه زیست اجباری، این اجبار رو میشه به کل جامعه تسری داد و وقتی به کل جامعه اجبار رو تسری بدی، این نظام سلطه رو پایدار میکنه. من فکر میکنم که این کتاب هم مثل کتاب جورج اورول یک کتاب جاودانه‌ای خواهد بود و در هر زمانه‌ای حرف خودش رو خواهد زد. Well, we would hope not, because if it remains relevant, then it's because the situation remains unequal and oppressive to women. So when I wrote it, I thought, perhaps this book will become obsolete. Perhaps it will no longer apply to any real world situation, but the opposite has happened, particularly in the United States. When I wrote the book, some people said, don't be silly. We are a liberal democracy, things like that can't happen here. And now they are happening there too. Not everywhere in the United States, but in some states of the United States, this kind of total control of women's, particularly their reproduction, that is already happening. من یه مسئله رو در مورد این کتاب میخواستم، کتاب سرگذشت ندیمه میخواستم بگم و اون اینه که در جامعه‌ای که زنها نتونن اختیار بدن خودشون، پوشش خودشون و امکان رسیدن به حقوق خودشون نداشته باشن، من فکر میکنم که عشق و علاقه به فنا خواهد رفت. یعنی اینکه من فکر نمی کنم هیچ زنی به مردی که اون رو در اجبار پوشش، اجبار نحوه زیست قرار میده بتونه به اون عشق ببرزه. حتی اگر عشق اولیه وجود داشته باشه، به مرور زمان بر اثر این نادیده گرفته شدنش، یعنی همینی که الان خانم مارگاریت آتوود گفت، وقتی ما رو انسان فرض نکنن، این عشقی که به رویا خواهد پیوست، این عشقی که پایدار نخواهد بود. و من توی این کتاب خیلی نگران عشق بودم. یعنی در رابطه بین زنان و مردان در جامعه‌ای که زنان تحت سلطه هستن، عشقی وجود نخواهد داشت. این برای من خیلی توی کتاب و توی فیلم خیلی مشهود بود. عشق از بین میره توی این جامعه.